تفاوت خاصی که نایک با لیسه‌های زراعتی داره یه هسته که در نایک سر کارهای عملی خیلی زیاد تاکید میشه. در هر مضمونی که ما تدریس میکنیم تمام تلاش ما این هسته که کار عملی درش بگنجانیم. دیگه اینکه تعداد شاگردای ما در داخل هر صنف محدود هست. صنفای ما خیلی پر جمعیت نیست و این فکر میکنم خیلی تاثیر داره در کیفیت تدریس ما. علاوه بر این اگر بخوایم بگیم چیزی که با کل مکاتب افغانستان تفاوت داره یه که رابطه شاگردا و استادا خیلی دوستانه هست. به خاطر از اینکه شاگردا زیادتر از ولایت‌ها میان، از ولایت‌های مختلف میان، بسیار یک احساس خوب و خوش دارم. به خاطر از اینکه امو زبان‌های مختلف و کلچرهای مختلف هم میتونم من برای شاگردای خود ببینم و خوش هستم. به خاطر از اینکه اینجا تمام امو فسیلیتی یا تسهیلاتی که لازم است به خاطر پرکتیک برای شاگردا وجود داره فراهم میشه و اونا درس خود میگیرن. غواړو چې هر ولایت دپاره د هر ولایت شاګردان دلته راوغواړو، دلته په مسلکي زده کړو سمبال کړو، بیا خپلو ولسوالیو ولایتو ته لاړ شي او هلته په مثلا په های سکولونو کې چې استادان جوړ شي. فعالیت‌های دیگه که در پالوی ازی که مثلا با شاگردا کار میکنیم، ما کوچ بعضی از استادا هستم در نایک و گاهی وقت ترینینگ‌ها رو اینجا دایر میکنیم با استادایی که مثلا نو میایند به نایک و هم اکثرا یعنی کوشش ما این است که از متدای فعال استفاده کنیم و متدای عملی طوفان مغزی است، سوال جواب است، کارهای گروپی است، کارهای عملی است، حل مسئله است و لکچر مثلا گاهی برشان میتیم ضرورتش احساس میشه. اکثرا در پالی از متدا ما کوشش ما این است که زیادتر از وسایل آموزشی بسیار پیشرفته هم برشان همیشه استفاده نکنیم تا اینکه اینا وقتی دوباره میرن در ولایات خود بتونن که از متدای عادی که اونا دارن مثلا در دسترسشان از مکاتبشان از او هم استفاده کنیم. تدریس اگری بزنس در افغانستان مهم است به خاطر از اینکه در افغانستان اکثرا کار که شده بالای تولید محصولات شده که چقدر افزایش پیدا بکنه تولیدش سالانه، اما بالای بازاریابی محصولات کار نشده که یکی از کانسپت مهم اگری بزنس است. در جریان 2 سال که شاگردان درس میخوانند ما مضامین‌های مختلف را تدریس میکنیم مانند مبادی اقتصاد زراعتی، مبادی بازاریابی زراعتی، مبادی کنترل کیفیت و مدیریت بعد از برداشت، انکشاف زنجیره ارزش، تحلیل زنجیره ارزش، پلانگذاری تجارت محصولات تجارت زراعتی. پلان ساینس یا نباتي علومو ډپارټمنټ د دې د نوم نه معلومیږي چې دلته زیات چې د مختلف نباتاتو تولید هغه د تخم څخه واخله تر هارویسټینګ پورې دا موږ چې کو دلته تولیدوو، هم په تیوري لحاظ سره هم په پریکټیکل لحاظ سره شاګردانو ته موږ دا ټیچ کوو. ټول پروسیجر چې هغې کې تخم بستر آماده کول دي، هرزه یو کنټرول دی، تخم کرل دي، قلبه کول دي، لیول کول دي، آبیاري کول دي، امراض آفات کنټرول دي، دا ټول چې کې په دې فارم کې کیږي. نو دا در دپارتمنت علوم حیوانی چیزایی که برای شاگردای ما خیلی مهم است، یکی روش‌های جدید مثلا نگهداری حیوانات، روش‌هایی برای حفظ الصحه بهتر و جلوگیری از امراضشان، همه چیزهایی هست که شاگردای ما میخوانن و ای که در آینده میتونه به دردشان بخوره، براشون مفید باشه تا ای که کار خود بهتر پیش ببرن. لی از این که مثلا ما برای اونا دانش زراعت میتیم، ما باید برای اونا مثلا بفهمانیم که چطور میتونن یک استاد خوب باشین و چطور چیزی را که از اینجا آموختین بتونین دوباره انتقال بدین بر شاگردان. چیزی را که ما میخوایم که شاگردها وقتی که میرن از اینجا همراه خود ببرن، یکی این است که سر خود اعتماد کامل داشته باشن و دیگه این است که وقتی که میرن منحیث یک استاد خلاق و مبتکر از اینجا برن.